شفای مرضها و آمرزش مرده ها گفتن یا حسین. نقل می کنند سید بحرالعلوم در عالم مکاشفه دید زخمهای زیادی بر بدن ابی عبدالله. شروع کرد گریه کردن، عرض کرد یا ابا عبدالله آیا مرهمی برای این زخمهای بدن شما هست یا نه؟ فرمود مرهم اون اشک چشم عزاداران من است. سید بنا کرد گریه کردن، هرچه اشک میریخت این زخمها یک یک بهبود پیدا میکرد. اینقدر گریه کرد تا تمام این زخمها خوب شد مگر دو زخم بزرگ، یکی به سینه حضرت باقی موند، یکی به پشت حضرت. هرچه گریه کرد دید این دو زخم تغییر نمی کند. عرض کرد آقا مرهم این دو زخم چیست؟ فرمود مرهم این دو زخم پیش فرزندم مهدی است. حالا همه حاجاتتون رو مد نظر بیاورید، شفای همه مرضا، آمرزش همه اموات، 3 مرتبه یا حسین یا حسین یا حسین. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این آخوند برای درآوردن اشک مردم که در دین روافض اهمیت زیادی دارد دست به چه نیرنگ هایی میزند و به جای استدلال از آیه و حدیث خواب و مکاشفه سید بحرالعلوم را دستاویز قرار میدهد و در پایان همین کشف دروغین 4 قطره اشک تمساح را وسیله تقرب به حسین دانسته میگوید تمامی حاجات خود و شفای بیماران و آمرزش مردگان را از حسین بخواهید، در حالی که الله متعال می‌فرماید که باید شما حاجاتتان را فقط از او بخواهید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من میپرسند بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را آنگاه که مرا میخواند اجابت میکنم، پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. و میفرماید که شفا دهنده فقط و فقط الله متعال است. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. و هنگامی که بیمار میشوم فقط الله شفایم میبخشد. و نیز آمرزش گناهان فقط کار الله متعال است که هیچ کسی در این صفت با او شریک نیست. الله متعال میفرماید وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. و چه کسی جز الله گناهان را میبخشد؟ اما عالم مکاشفه‌ای که این روحانی درباره آن سخن میگوید یکی از خطرناکترین عقاید شیعه و صوفیان تندرو است که به معنای برداشته شدن حجاب از دیدگان انسان و مشاهده عالم غیب و حقایق الهی در این دنیا می باشد. آری، دینی که برگرفته از خواب و خرافات و کشفیات باشد بهتر از این نمی شود. آیا وقت آن نرسیده است که دست از این خرافات برداشته و به قرآن و توحید روی بیاورند؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل می شود نرم شود؟ ولی شما ببینید از تلویزیون مثل شبکه ولایت، مثل شبکه سامن، شبکه سلام 2، برای شما اینها اگر یک شعر قلوبی بخوان چیز کنن، ما پاسخگو هستیم عزیز من.